پدری جفاکارش خودش یک آدم معلول بوده است، یک آدم نابینا. همین پدرش نالش کرد به خدا، بسیار وزبینده، همین تا به علم گپ زد. حتی میگه حالتهای میشوه که همون پدر نعوذ بالله میگه در چشمای کورت فلان فرزندی خچه ایرا ببینید، پدری بی نماز تاکیدش میکنم پدر جون خیلی بیا مسجد بریم، خدای تو اینا چور اشکالی بوتونه داد است، یک گپ بسیار نزن سفسطه نگو. ها گفت همه شکایت کرد گفتم دو درجه با کی شکایت میکنی؟ تشکل رحیم الی من لا یرحم، از رحیم از پروردگار در پیش آدمی که رحم نداره شفقت نداره شکایت میکنی. انا همین شب خیلی نماز تهجد بخونم، همه گپایی که ما دا گفتی طرفی پروردگار بود. خداوند تمام مشکل تو آسان میگن. از خدا طلب کن، او خدای بزرگ هیچ وقت بنده را ناامید نمیگردونه اگر به شرط صدقاً طلب کنی. اگر اون طلبت به فایده و منفعتت باشه ان شاء الله بنده را ناامید نمیگردونه. برادر عزیز سبحان الله، برای همین حال همین امکان و شرایط هست. اگر در همین ساعت 4 بخیزی به حضور تهجد دیرو میکنی، ان شاء الله میره نماز بامداد در مسجد هم میخونی. خیبت بزن خوبی قیلوله را واقعی، اما اکثرت اختیار تو دست خودتون هست. مثال بعد که ساعت 8 9 شد به حضور خشرو زفت رکته کردی بزن خوبه، یا بعد پیشین سرک تمام خوب کن. نگه همین ساعت 4 خوب خیستن در کن. یا فعلی شوم داره مول یک کس میگه من عادت دارم تو ساعت 1 نشوه خوب نمیبره چی همین تو ساعت 1 همین تمیشینی رو تا بعد کنم ها در تای تلویزیون شما را ملک کرده شیشتی یا تلفن در دستت بازی و میمون بازی کردی، البته خوب نمیکنی. کورش پرک بری تو ساعت 1 نبی ساعتی 10 کشید و چکو میکنی سرک تمام خواه که در ساعتی 3 نیم 4 به حضور میخیزی انشالله. یک خوری زنگم زد موشه نگیریم، گفت که دوملو زنگ زدیم شو انا نبرداشتی ساعتی چند بود؟ گفت بعدی 9 بود. چون گفتم نه بعدی 9 من بیدار بودم. خیلی گفت بعدی 10. خب بعدی 10 گفتم آدمای با عقل خوب میکنن چی در داری آخی؟ همین خفتن برای چی میگن؟ خواندی خوک سرک تمام خوک مردکی سحر بخی انا بعد عبادت پروردگار را انجام بده تو خداوند ایت خشنود شود. حضرت عبدالله ابن مسعود فقیه امت اسلام روایت میکنه، حدیث در صحیح بخاری اومده است. میگه ذکر عند رسول الله صلی الله علیه و سلم رجل فقیل ما زال نائما حتی اصبح ما قام الى الصلاه. گفتن که همین مردک خوب همین که میزنه خوبه تا صبح صادق ندمه ایجوش نبکیزه. یگان وقت این قیام ندارد شب هیچ وقت نخیست است برای نماز شب خوندن. حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود بال شیطان فی اذنه، این مردک در گوش شیطان میزید است. میفهمه امتای محمد صلی الله علیه و سلم این مردک خوب بگو در گوش شیطان میزیده برای همون هم میخیزه. مردی حقیقی مردی هست که باید همون شیطان الهی نزدیک شوی نمونه. نه خب به همین درجه بیا که شیطان در گوشت بپرونه خب با شیر مردیت سگ ابلیس سید کرد ای بهانر بمیر که از گربه کمتری. مردی گمان مبر که با 50 زور و کتف با نفس اگر برایی دانم که شاطری. مردی واقعی کسی را میگن که قیام شب داره. شخص نزد مادرمون بی عایشه رضی الله تعالی عنها آمد. والله علم عبدالله ابن ابی قیس دام داره از تابعین است. گفت مادر جان یک وصیتم کن. گفت لا تدع قیام اللیل فإن رسول الله صلی الله علیه و سلم کان لا یدع. هیچ وقت قیام شب ترک نکن بچم. گفت زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم که برای ما را الگوی حسنه است هرگز میگه قیام شب ترک نمیکرد. و کان اذا مریض او کسل صلى قاعدا. حتی حضرت میگه وقتایی که بیمار بشید زمانایی که مثال بسیار افگار و مانده میشید نشسته نماز شب هم میخوند است. همین خشت نمیتراس بخونی اقلا نشسته بخونه نکی نماز شب ترک نکنی
که این نعمت پروردگاره. کمان میکنم که همین غوث الاعظم محمد نام شنیدگی حضرت عبدالقادر جیلانی را قدس الله تعالی سره. این حضرت بسیار شخصیتی بزرگی، سید زاده بود، عالم و مجتهد بود در شریعت، در طریقت. یا یک پیری طریقت شیخ بلند پرواز سید طایفه. ای حضرت بسیار شخصیتی معروفه. در زمان سلطان سنجر زندگی میکرده است، سلطان بزرگی سلجوقی ها. او وقت دولت سلجوقی ها قوی ترین دولت روی زمین بود. سنجر پایتختش در همین مرو بوده است. ای شیخ عبدالقادر میگه در بغداد بود. سنجر، سلطان سنجر ایرا پیرم میگفت، بسیار احترامش میکرد. همه هر کسی که هم طرف عراق می اومده است حتما میپرسیده است که پیری ما را دیدی چه حال داره. برای همین دیگه عملدارای دولتی هر کسی که می اومده است حتما او حضرت یک خبر میگرفتیان. بوره میگه یک نفر از عملداراش حج رفته بوده، در روی بازگشت میویا پیر از زیارت میکنه و میویا میپرسه سلطان سنجر که پیری من چه حال داشت. میگه بسیار حالش بده، هوای گرمی تفسان تابستان، بغداد هم گرم میشه واقعی. در یک خونقای پری آدم با یک عذاب نفس کشیده میشود. پری پاشا میگه همین رنگش زرد شده. حضرت دیده میگه جگرم سوخت. دیگه سلطان سنجر به نهایت مایوس میشود، رحمش میآید. با یک مکتوب مینویسه که ای حضرت جان تو خودت چی در همون بغداد خراب و خزان کرده گشته، از برای خدا با پیش ما بیا، والله همین ملک نیمروز هدیت میکنم. این نیمروز یک ولایت به نهایت کلان است. امروز بین سه دولت تقسیم است. یک قسمش در ایران است، یک قسمش در افغانستان است، یک قسمش در پاکستان. این از بلوچستان در کلان است همین ملک نیمروز. همون ملک هم میگه هدیت میکنم تو بیا با پیش ما. با حضرت جواب مکتوب نوشته است. در همین آخرش یک بیت نوشته است، همون مصرع آخران، همین یک بیت آخرانش همی است که گفته است که زان روز که یافتم خبر از ملک نیمه شب، من ملک نیمروز به یک جو نمیخرم. از وقتی که خدای تعالی ملک نیمه شب داد استم، نمازی تهجد داد استم، من همون ملک نیمروزی تر یک جو نمیخرم. الله اینه تری مردکا بودن در اسلام که اسلام جهانگیر شده. اینه تری مردکا بودن که اینا 1000 سال گذشته است، حالی رم نامش در سری زبانی مردم است. خدا کنه که همین قیام شب به قدر قوت ما بخونیم. برادرای عزیز باور کنید این نعمت بی بها اینا میروه. تابستان شوه این کسایی که در زمستان خشونه میته بخیزن نماز تهجد بخونن، به هیچ وجه دیگه یا قوتشون نمیرسه که بخیزن شب نماز بخونن. شب تابستان خودش همین 3-4 ساعت است که اینجا غیرت دارن که بخیزن تهجد بخونن. لا اقل در همین زمستان همیشه ثواب و از همین رحمت پروردگار خودمون قفا نکشیم. یه را ببینه هر کسی که حضرت صلی الله علیه و سلم میگه سلام فاش میکنه، به همه سلام میته، به خرد و بزرگ. هر کسی که نان و طعام داره در خونش اطعام میکنه فی سبیل الله. هر کسی که به شب نماز داره و نماز میخونه تدخلون الجنه بسلام. این طایفه به سلام و به رحمت، سلام قولا من رب رحیم. انا مقصد که ملائکه های رحمت و ملائکه های جنت یا را بخشی خوش آمده میگن ادخلوا بالسلام، داخل شوه به سلام. اینا داخل جنت میروند. خدا را شکر که در محفل مرد خدا شرکت داریم. اصلا همه تعریف نمیکنم، ما نگه همه کسایی که هر کس موعظه ما را گوش هم نمیکنه به فکرم، به خاطر اونکه موعظه علمی هستند. اگر همین ذوق مروق نباشه، ته کرسی و زمینه نباشه، کی میشینه یک ساعت صحبت در موضوع حدیث گوش میکنه؟ حدیثی صحیح چی را میگنه، حدیثی حسن چی را میگنه. همون عادتا همین مخلصای ما کسایی هستن که یک ته کرسی خوب دارن، محبت دارن، ته کرسی دارن. هم میگن که کاری هر بزدیس خیر من گفتن. خدا را شکر همین کسی را ببینم مخلص های، ببینم که شریعت با خبر های آگاه های، علما را احترام میکنن، مردی خدا هستن. همین حاجی اکرام جان ما را همون زمره های. پروردگار سعادتی داره اینا نصیبش بگردونه.
خداوند ارواح گذشته هاش را رحمت کنه. پروردگار در منزل زیبا شد، در این محله زیبا و در خاندان این برادرای زیبا فیض و برکات نازل بسازه. فردا روز قیامت پروردگار متعال همراه محبامان حشر بگردونه، همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم، همراه صحابه های بزرگش، تابعین، تبع تابعین، ائمه دین، مجتهدین، حفاظ قرآن، خادمای شریعت غرای محمدی. خدای بزرگ ما و شما را محشور بگردونه. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار. آمین.